سلام. امروز میخوایم با هم یه ایده فوق‌العاده قدرتمند رو بررسی کنیم که برای شفای آسیب‌های جمعی طراحی شده و از دل تجربه مردم افغانستان بیرون اومده. بیایید با هم معماری آرامش درون رو کشف کنیم. همه چیز با یه جمله ساده اما خیلی عمیق شروع میشه. مردم افغانستان تنها به کمی آرامش نیاز دارن. این فقط یه خواسته نیست، بلکه یه نیاز اساسیه که پایه تمام بحث‌های ما خواهد بود. خب، قبل از اینکه عمیق‌تر بشیم، یه لحظه از خودتون بپرسید چرا همیشه عجله دارید؟ این حس عجله که شاید شما هم توی زندگی روزمره‌تون تجربهش می‌کنین، دقیقاً همون نقطه شروع برای درک یک خستگی جمعی خیلی بزرگتره. خب میرسیم به بخش اول، شتاب دائمی. اینجا قراره با یه مفهوم کلیدی آشنا بشیم که ریشش برمیگرده به سالها تلاش برای بقا و در نهایت به یه خستگی جمعی تبدیل شده. خب این شتاب دائمی که میگیم دقیقاً یعنی چی؟ ببینید، این یه حالت ناخودآگاه از عجله است که توی همه چیز خودش رو نشون میده. این شتاب شاید در ظاهر یه تاکتیک برای زنده موندن به نظر بیاد، اما در واقعیت یکی از دلایل اصلی فرسودگی، اضطراب و خستگی توی جامعه است. حالا بیاید بریم سراغ بخش بعدی تا ببینیم این عجله جمعی چه ریشه‌های عمیق فیزیولوژیکی و روانی داره. نکته واقعا جالب اینجا تضاد بین این دو حالته. فکرشو بکنید، سالها بی‌ثباتی باعث شده سیستم عصبی یه جامعه انگار همیشه توی حالت جنگ یا گریز گیر کنه. این یعنی بدن همیشه در حالت آماده باشه، حتی وقتی هیچ خطر واقعی وجود نداره. این جمله عمیق پیامد زندگی کردن توی حالت بقا رو به زیباترین شکل خلاصه میکنه. ذهن خسته حتی در صلح هم جنگ میسازد. یعنی اون آشفتگی درونی حتی بعد از اینکه تهدیدهای بیرونی تموم میشن، باز هم به حیات خودش ادامه میده. توی این بخش به ایده اصلی این تحلیل میرسیم. آرامش یک کالای لوکس نیست، بلکه یه داروی ضروری و کاملا در دسترسه برای شفا پیدا کردن. نکته کلیدی دقیقاً همینه. راه حل کاملا عملیه و در دسترس همه است. این ایده مستقیما جلوی این تصور وای میسته که صلح مفهوم دست نیافتنیه. خب، حالا بیایید بریم سراغ بخش عملی ماجرا و توصیه‌های اصلی و کاربردی این منبع رو با هم بررسی کنیم. اینجا 3 تمرین روزانه خیلی ساده رو میبینیم. آروم راه رفتن، آروم صحبت کردن و آروم غذا خوردن. هر کدوم از این کارها به سیستم عصبی ما که توی حالت بقا گیر کرده یه پیام قدرتمند امنیت میفرسته و اینطوری به تدریج اثرات اون شتاب دائمی رو خنثی میکنه. بیایید یکم روی مزایای آروم صحبت کردن تمرکز کنیم. همونطور که میبینید این کار سوء تفاهم و خشم رو کم میکنه. درست مثل آروم راه رفتن یا غذا خوردن، این تمرین هم به ما و اطرافیانمون یادآوری میکنه که اوضاع امنه و هیچ نیازی به واکنش‌های تند نیست. حالا بیایید زاویه دیدمون رو گسترش بدیم و ببینیم چطور این کارهای کوچیک و فردی میتونه مثل یه موج، یه اثر قدرتمند توی کل جامعه ایجاد کنه. این همون اثر موجی هست که ازش حرف زدیم. یه آدم آروم مستقیما به بازسازی اجتماعی و ایجاد یه محیط صلح‌آمیزتر کمک میکنه. هر فرد آروم خودش تبدیل میشه به یه حلقه از این زنجیره مثبت. این نکته حیاتی رو باید به خاطر بسپاریم. این تمرین‌های شخصی کارهای خودخواهانه نیستن، بلکه یه جور مشارکت بنیادین در شفای یک جامعه به حساب میان. داریم به آرومی به پایان این تحلیل نزدیک میشیم و میخوایم اهمیت نهایی این تغییر رو جمع‌بندی کنیم. یعنی گذار از حالت بقا به حالت زندگی. و این سوال حیاتی ما رو به هسته اصلی بحث برمیگردونه. چرا آرامش درونی اینقدر مهمه؟ چون بدون اون هر صلح و ثبات بیرونی که به وجود بیاد شکننده و موقتی خواهد بود. و این بررسی با این جمله فوق‌العاده قدرتمند و تاثیرگذار به پایان میرسه. جمله‌ای که یه تصویر ماندگار از امید، شفا و قدرت ساده یک نفس عمیق جمعی رو برامون میسازه.